و برای اون تعریف کرد و برای اون تنقید کرد. این البته ارزنده جهت شرکت در جام اسیا 2024 بین منتخب المپی میباشد، یعنی بین منتخب تو در خط دروازه بود نه او بعدا باز چند تغییرات دیگر هم هستند. هیئت دسته ویتنام که امروز فوتبالبازی مذکور به مانند بازی گذشته در هیئت اساسی وارد میدان گردیده است. سرمربی دسته ویتنام ولی بازم تو رو میگیریم، میبینیم که پرسینگ کار داده شده است، ولی این زمان حمله خوفناک دسته ویتنام از ضربه به طرف دروازه ما و موردین حسنوف میتوانیم متوجه شویم. بار دیگر با سرعت خیلی بلند وارد جریمه‌گاه ما گردید. بازیگر رقم 17 منتخب تاجیکستان. مشاهده کنید که چگونه دفاعگران خوب با هنرنمایی کرده ایستادند. چشم نرسد امکانیت این زمان برای زدن گل. حمله‌گران هم بد نیستند. نگوی مینقوانگ پاسی و امکانیت برای فوتبالبازان ویتنام و موردین حسنوف این وضعیت رو خیلی استوری نوبتی و بازم موردین حسنوف از مفخیش بیرون برآمد، ولی نوبت خطا میکند. بعدا این خطای میتوانست ارسال بعد داخل جریمه‌گاه، ولی با دروازه موردین حسنوف و علی جان کرامت الله زاده همچنین یک فوتبالباز از دسته ویتنام هم با کارت زرد جزا داده شد. ضربه به طرف دروازه خیلی ضربه خوفناک اینجا اجرا گردید، ولی تو بالاتر از دروازه بیرون از تغییرات بیشتر بود. ضربه به طرف دروازه و خیلی خوفناک بود. خط هجوم محمد علی عزیزبایف حمله 3 بر 3 است. ضربه به طرف دروازه چرا لازم است این سراسیمگی. امکانات خیلی خوب زدن ضربه باید به طرز درست و توپ را از خود دورتر گذاشت فوتبالباز ما. شرایط المراد فرسال به خط حمله فریدون، امکانیت برای فریدون دولتوف او بله اینجا تو به طرف دروازه مان داده می شود. همچنین قاعده بازی ویران شد. همین طور داور صدر شک خود را بالا میگرداند. دوستان ارجمند بازی